تشکیل پروازهای چارتری برای آوردن توجیکان درمانده از روسیه که از آخر ماه ایون آغاز شد در بین مهاجران مایه بحث و نافهمی‌ها شده است. گروهی از آنها شکایت می‌کنند که بین هواپیماها در برابر قشر آسیب‌پذیر جوانان و نفران سالم روی یافتند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید این جوانان دانشجویانند و هم افرادی که حجت تصدیق کننده مریضی را دارند. از سوی دیگر به گفته سفیر تاجیکستان در روسیه همین حالا پرواز هواپیمای چارتری از مسکو به دوشنبه در نظر است، ولی دهان نفری که قبلا نامنویس شده بودند برای خریدن بلیط نآمدند. یعنی نه خود پرواز میکنند و نه میگذارند که نفران نیازمند به وطن بروند. من از امام الدین ستاری خواهش کردم که در مجموع وضع بازگردانیدن توجیکان را از روسیه بازگو کند. اشتراکی که قبلا من در دیگر صحبت‌ها با رسانه‌های خبری گفته بودم، تعدادی شهروندانی که مراجعت کردند به سفارت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. زیاده از 8000 نفر عریضه دادند و هم به طریق آنلاین و به سفارت آمدند و اون پروازهایی که ما در اول به نقشه گرفته بودیم طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان، اون پروازها ناکافی بودند و با 8 پرواز نمیشد تعداد زیادی شهروندان به وطن برگردانیم و طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پروازها 13 پرواز علاوگی از جانب فدراسیون در روسیه درخواست کرده شد و علاقه پروازها به انجام رسیده ایستادند. نابسته از آن که قریب هر 2 روز تا آخر ماه ایول پروازها از دوشنبه به مسکو به دوشنبه گرفته می شوند، اما تعداد شهروندان خیلی زیاد است و ما نمی توانیم مثلا با این تعداد 20 پرواز تمام خواهشمندان را به وطن برگردانیم. در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا زیاد است که در ارسال هموطنان فساد جای دارد. گفته میشد که در نوارهای داخل هواپیماها نه بیماران و سالخورده‌ها بلکه جوانان به چشم میخورند. شما به این چی میگویید؟ برای پیشگیری از وضعیتی که به عمل میاد ما میدانستیم که تعداد شهروندانی که به وطن پس میگردند از تعداد پروازهایی که هست به مراتب زیاد است. از همین خاطر اگر به طریق آزاد اگر ما فروش چپته ها رو برای میموندن شرکت های هواپیمایی، البته نفرانی که نیازمندند با آنها این چپته ها نمی رسید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان و سفارت ها با وزارت کارهای خارجی سفارش دادند که این روی خطا ترتیب داده شود و خیلی که من پیشتر گفتم چرا در هواپیماها جوانان دیگر دیده می شود. اگر گویم که 8000 نفر عریضه داده باشند، ما در 184 نفری که در هواپیما جا میگیرند ما گویم که 30-40% بیماران، 20 نفر زنهای حامله دار، زنهایی که کودک خرد دارند و چه که من پیشتر گفتم دانشجویانی که دانشگاه را ختم کردن و اونا شرایطی بود باش در اینجا دیگر ندارند، پس اونا هم باید برگردند. نفرانی هستند که به سفرهای خدمتی اومدند و باید اونا برگردند، اونا هم هستند. از همین خاطر تصوراتی به میان میاد که چرا اونجا بغیر از پیرانسالان و بیماران باز نفران صحتمند هم هستند. البته تعداد نفرایی که صحت هستند یا دانشجویان هستند از تعداد بیماران و پیرانسالان کمتر هستند. البته نرخگذاری به دست شرکت‌های هواپیمایی است، ولی از آن نرخی که سفارت تخمین میکرد بلندتر شد. در این باره یعنی درباره نرخ بلیط هواپیما چی گفته میتوانید؟ بعضی‌ها شکایت دارند که 40,000 روبل است بلیط، نه 23 یا اینکه 24,000 روبل. چرا که من گفتم مردم شهروندان ما بلیط ها را چپته ها را در کاسه شرکت های سومانر یا تاجیکر در فرودگاه ها میخرند. یعنی که سفارت چپته نمی فروشد. سفارت در اساسی من همون قراری که کمیسیونی که در نزد سفارت هست از جانب در هیئت کمیسیون کارمندان سفارت، رهبران نمایندگی های مقامات دولتی تاجیکستان که در فدراسیون روسیه هستند، اعضاهای دیاسپوراهای تاجیکستان در آنجا هستند، انتخاب کرده می شود و ما از جانب روسیه برای آنکه نرخ چپته ها بلند نشود
درخواست کرده بودیم که شرکت‌های هواپیمایی ما از تاجیکستان هم شهروندان فدراسیون روسیه را به روسیه برند و از فدراسیون روسیه شهروندان ما را برگردانند. در صورتی که اگر هواپیما از دو طرف شهروندان میبرند، در این صورت نرخ هواپیما هم پس می شود و در وقت اما یک چند پرواز به شرکت های هواپیمایی ما اجازه دادن که اونها شهروندان ما را بیارند، اما دو سه پرواز آخری که هست شهروندان هواپیمای تاجیکستان از تاجیکستان به فدراسیون روسیه خالی میآیند و از اینجا شهروندان میبرند. البته این به نرخ هواپیما تاثیر میکند. جناب سفیر، آیا نامنویسی چگونه جریان دارد؟ بعضی‌ها میگویند ایمیل هایشان بی جواب ماندند. البته تعداد شهروندانی که با طریق پست الکترونی مکتوب می‌نویسند از حد زیاد است و با طریق پست الکترونی معین کردن خیلی مشکل است که با کدام کاتگوری اینا وارد میشوند. آنها در حقیقت بیمار هستند، آنها در حقیقت احتیاجمند هستند. با طریق ایمیل بسیار مشکل است و حجت هایی که ما از آنها درخواست میکنیم اون حجت ها را با طریق ایمیل ما پیدا کردن نمیتوانیم و این مشکلی هم در این است، چرا که استفاده پست الکترونی از جانب شهروندان ما به درجه خوب مانده شده نیست، چرا که نه همه از این استفاده کرده میتوانند. به همین خاطر ما آماده بودیم که تمام شهروندان تاجیکستان بتوانند به کنسولگری ها بیان، به سفارت جمهوری تاجیکستان بیان و در اونجا با حجت های ضروری نامنویس شوند. عرض و داد مردم این است که ما نامنویس کردیم، چرا شما زنگ نمیزنید؟ ما در صورت زنگ میزنیم که وقتی که روی خط آماده می شود در اونجا رقم های تلفن هست و ما با هر یک شهروند زنگ میزنیم و اونا رو دعوت میکنیم که بیان به فرودگاه ها بلیط ها رو خریداری کنند. تنها در آن صورت ما زنگ میزنیم، چرا که از لحاظ تکنیکی ما نمیتوانیم به همه طریق تلفن یا ایمیل جواب های مفصل تیم، چرا که با یک جواب کوتاه اونا قانع نمیشوند و اونا البته سوال های زیاد دارند. من پیشنهاد کردم، من از این وقتی که مردم گفتن که چرا ما در روی خط نیستیم، من پیشنهاد کردم که از شخصانی که در نزد سفارت هستند 5-6 نفر تا 10 نفر بیایند و هم با همراهی ما اون عریضه هایی که به ما وارد شدن همون نفرها را انتخاب کنند. 10 نفر وارد سفارت شدند، 10 نفر وارد شدند. ما اون 8000 عریضه هایی که در بالای میز سفارت بود با آنها پیشنهاد کردیم، گفتیم بیاید من همیخیل 30-40% بیمار، 30-40% پیرانسالان، دانشجویان برای انتخاب کنیم. بعد 10 دقیقه مثلا کارشان دیدن که همه نفرانی که عریضه دادن قریب همشون احتیاجمند هستند، همشون برای خود اساس دارند، همه حجت طبی دارد، همه مثلا هستن نفرانی که بیمار هستند، نفرانی هستند که میگن که خش تبرشون در اونجا بیمار است، نفرانی هستند که من وقتی که به سفارت وارد شدم یک نفر مراجعت میکرد میگفت که من با 6 کودک خرد در اینجا هستم، ما رو برگردونید. یعنی با 6 کودک خرد از تاجیکستان به روسیه آورده است و حاضر میخواهد که اون 6 کودک خود را برگردانند. یعنی در این وضعیت که تعداد پروازها کم است، این ناممکن است. این نه تنها در بین تاجیکستان و روسیه، یگان دولت دنیا نمیتواند اینقدر تعداد زیادی مردم در یک مدت کوتاه وقتی که حریم هوایی بسته است برگرداند. یگان دولت دنیا کار کرده میتواند. حتی 10,000 شهروندان فدراسیون روسیه در تمام دنیا قرار دارند، اونا نمیتونن اون را برگردانند. این ناممکن است. این وضعیت معتدل می شود وقتی که حریم هوایی گشوده می شود، پروازها برقرار کرده می شوند و مردم میتواند برگردند. برای این طاقت کردن، صبر کردن در کار. من بارها گفتم که این وضعیت به عمل آمده، این وضعیت فوق العاده است. هیچ کس در خیال آن نبود که چنین وضعیت در دنیا می شود که تمام سرحدهای تمام دولت‌های دنیا بسته می شوند. من بعضی دولت‌ها در داخل اتحاد اروپا بین خودشان گشودند، بعضی دولت‌ها سرحدها را باز کردند، اما 80% دولت‌ها ورود خارجی‌ها را ممنوع کردند. یعنی که ناممکن است تنها پروازهای چارتری و مردم باید این را
درک کنند که اون وضعیت حالا معتدل شدگی نیست. هرچند هوا گرم است، هرچند که مردم میتونند آزادانه بیرون برایند، اما وضعیت حالا هم متشنج است، حالا هم خوب نیست. و ما میبینیم که بعضی دولت‌های همسایه ما با دوباره کارانتین اعلام کردن، وضع فوق‌العاده اعلام کردن، برای که تعداد مریضی ها زیاد شده است. و باز یک چیزی را قطع کردنیم، ده ها صدها شهروندانی که سفارت می‌آیند، اون طلبات هایی که برای در این شرایط از اونها طلب کرده میشد اجرا نمیکنند. یعنی که فاصله گیری نیست، ماسک نقاب نیست. و من از اون میترسم که در این وقتی که مردم در این قدر زیاد هستند، یا کارمندان سفارت یا مردمی که در اینجا میآیند با این مریضی گرفتار نشوند، چون که چنین خطر وجود دارد. در صورت اگر یگان کارمند سفارت یا نفر با این مریضی سرایت شود، ما دیگر مردم قبول کردن نمیتوانیم. برای همین هم ما در صفحه فیسبوکی سفارت نوشتیم که تعداد خیلی زیاد است و ما همون حجت هایی که ما قبول کردیم ما همون در نوبت میمونیم و به نوبت مردم میبریم. دیگر ما نمیتوانیم مردم عریضه ها را قبول کنیم، فقط استثنایی شاید قبول کرده توانیم. برای همینم مردم باید در پیش سفارت جمع نشود، برای که ما دیگر تعداد عریضه ها رو به انتها قبول کرده نمیتوانیم. ما باید همون عریضه هایی که گرفتیم همون کار کنیم، چرا که نفرانی هستند که 2 بار 3 بار 4 بار میبینند و طلب میکنند که من 1 ماه پیش یا که 2 هفته پیش عریضه نوشتم و چرا مرا روان نمیکنید. دیگر این سوالا وقتی که ما میفهمونیم که شما 8000 نفر هستید، ما داخل ما با این تعدادی پروازها 2000 روان کرده میتوانیم. وقتی که کمتری دیگر انتظار شاید حریم هوایی شده شد، در آن صورت شما همتون برگشته میتونید. اما مشکل است این فهماندن و همش یگانه خواهش اونا همین است که روید. و اون کمیسیونی که از بین مردم ما جدا کردیم و گفتیم بیاید انتخاب کنید، بعد 5 دقیقه اونا گفتن که خیلی این کار خودتون کنید و شما همین ما را روان کنید به وطن، دیگرش کار شما است. یعنی هر کس فقط درباره منفعت خودش گپ میزند. هر کس میخواهد که او پرواز کند، فهمیدن نمیخواهد که از بین ما اینا را گیریم با یک چند نفر دیگر را باز پروازها خارج کنیم. این از مشکلی ما. و باز یک بار دیگر تاکید میکنم که در بین نفرانی که پرواز میکنند در آنجا نه تنها پیران سالان و بیماران هستند، بلکه دانشجویان هستند، دیگر نفرایی که برای کار اومدن هستند. باز تکرارا همین میکنم، بسیاری که بیماری وزنین دارن اونا هیچ کس معین کردن نمیتواند که باید بیمار است یا صحت است. برای هم از روی اون چیزی که میبینن این خیلی ممکن نیست گفتن که من شما بیمارا را نه و صحتمندا را کنم. حجت های بیماری اونا در دست ما است. یک سوال دیگر، شما دورنمای این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ قبلا گفته بودید که بهتر است هموطنان در روسیه بمانند و منتظر بهبودی وضعیت باشند. دورنمای وضعیتی به عمل آمدن من چنین میبینم. اگر دیگر درباره مهاجران مهنتی که برای کار به روسیه آمدند، همه شرایط ها فراهم آورده شده است. یعنی که مسئله رجیستراسیون و پتنت این پرابلم وجود ندارد و اونا به رجیستراسیون به از قلمرو فدراسیون روسیه برآمدن تا 15 سپتامبر طبق فرمان پرزیدنت روسیه می توانند در روسیه بمانند و فعالیت مهنتی داشته باشند. و معلومات هایی که ما داریم، قوه کاری علاقه در بعضی سکتورهای اقتصادی فدراسیون کار زیاد است، یعنی قوه کاری نمیرسد و با ما به سفارت مراجعت های زیاد شرکت های روسیه هستند که اونا آمدن که مثلا مهاجر مهنتی اگر خواهش کار کردن داشته باشند، چی در ساختمان چی در مثلا دیگر ساحه ها، اونا با کار تامین کرده میشن. یعنی که الان شرایط هست و اونا می توانند که در فدراسیون روسیه بمونند کار کنند. باز تعداد زیادی شهروندانی که با سفارت مراجعت میکنند و فوراً میخواهند به وطن برگردند، اینا شهروندانی هستند که شهروندی روسیه را قبول کردند. یعنی اونا شرایط در روسیه بودن را دارند و من میخواستم به اونا مراجعت کنم. شما
شهروندی روسیه را گرفتید، شما انتخاب کردید که میاید در فدراسیون روسیه زندگی میکنید، پاسپورت دارید، برای شما رجیستراسیون یا پرابلم پاتنت وجود ندارد. شما باید با نفران شانس دهید که اینا این شرایط ندارن، اونا با وطن پیش از همه برگردن. شما باید در این وضعیت شما باید انتظار شوید، چرا که شما شهروندی روسیه را دارید، هرچند شهروندی تاجیکستان هم زیاد دارن، اما شما پیش از همه شهروندی روسیه را دارید و شرایط بود و باش حتی نسبت به دیگران بهتر است و اونا باید انتظار شوند. و من فکر میکنم که بازار مهنتی روسیه برای تاجیکستان، برای شهروندان تاجیکستان، نه تنها تاجیکستان، بسیار دولت‌ها مهم است و من فکر میکنم که باید این وضع معتدل می شود و ما آزادانه می توانیم به وطن برگردیم و پس بیاییم به روسیه. یعنی که این وضعیتی به عمل آمدن نه تنها مشکلی برای مهاجران مهنتی یا شهروندان تاجیکستان آورده است، این وضعیت به تمام قشر جامعه ضرر خودش را رسانده است. یعنی در بین اینا صاحب کارانی هستند که نمیتوانند کارشون رو، فعالیتشون رو ادامه دهند، چرا که پروازها بسته است. یعنی در اینجا دیگر ساحه‌های اقتصاد است، ساحه اجتماعی هست، یعنی همه در چنین وضعیت قرار دارند و در همه دولت‌های دنیا، چی در اروپا باشد، چی در روسیه باشد، چی در دولت‌های دیگر، همه انتظار معتدل شدن وضع است و ما هم در قطار دیگر دولت‌های دنیا، دیگر ملت‌های دنیا باید انتظار باشیم که وضع معتدل شود. وضع که معتدل شد، ما پس میگردیم یا که پرواز میکنیم یا با دیگر دولت ها میرویم یا با وطن برمیگردیم. یعنی باید تا معتدل شدن وضعیت ما انتظار باشیم. من میخواستم پیش از همه به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه قرار دارن مراجعت کنم. چطوری که من گفتم این وضعیتی به عمل آمده، وضعیتی فوق العاده در تمام دنیا به وقوع پیوسته است و در اینجا گناه یگان نفر نیست، یگان دولت نیست و نفرانی که در نزد سفارت می آیند، در نزد کنسولگری ها می آیند، اونجا نه تنها نفرانی هستند که میخواهند به وطن برگردند، نفرانی هستند که میان در پیش سفارت، در بین اونها نفرانی با نام بلاگرها هستند یا نفرانی که در صفحه های یوتیوب و در فیسبوک صفحه ها دارند و به خاطر لایک گرفتن، به خاطر که اونا نفر زیاد شدن، اینا این نوارها را میگیرن با طور فهمیشی خودشون با این وضعیت میفهمونن و در همه این مسئله ها کوشش میکنن که یگان نفر را عیبدار کنن که مثلا کی گناه دارد کی نه، برای چی، برای این، برای آن. برای همینم من یک چیز میخوام مراجعت کنم، بیایید همین مسئله با وقوع آمده را، اون وضعیت مشکل که حاضر در تمام دنیا هست، یعنی که وضعیت وقتی شروع شد، کرانتین شروع شد، اپیدمی شروع شد، این یک وضعیت مشکل بود و 2 ماهی که مردم از خانه ها برآمدن نمیتونستن، این یک وضعیت بود. با وضعیتی از همین کرانتین برآمدن، با وضع معتدل کردن، این باز یکی از مسائل باز از این هم مشکل تر است. برای این وقت میخواهد، صبر و طاقت میخواهد، با یک آرامی، با یکدیگر فهمی ما باید از این وضعیتی با عمل آمده بیرون برایم. من خواهش میکردم که از این وضعیت مشکلی که مردم با اون وضعیت، در این وضعیت قرار دارد، یگان در اینجا مقصدهای گویم که سیاسی خودشون را در اینجا پیاده نکنید. بیاین همین مسئله را سیاسی نکنیم. در اینجا این یگان مسئله سیاسی نیست و همه فعالیت ما در همین مسئله شفاف است و آدمانی که مثلا کامنتاری ها می نویسند، فکرهای خودشون می نویسند، باید یک بار فکر کنند که در همین وضعیت اونها چیکار کرده می توانستند. یعنی که در همین وضعیت با وقوع آمده حکومت جمهوری تاجیکستان همه کارها را کرده ایستاده است که به قدر امکان به مردم کمک رسانده شود و به وطن برگردانده شوند. با سپاس از سفیر تاجیکستان در مسکو. بینندگان عزیز، صحبت کامل را میتوانید بعد چند وقت در آزادی ویدیو پیدا نمایید.